سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. من پدرامم، 2 سال فرانسه زندگی میکنم و امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به کامپینگ. یا آخر هفته رو تصمیم گرفتیم که با دوستامون بریم کامپینگ، عشق و حال کنیم و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. میخوام شما رو ببرم به کف بازی فرانسویا. اینجا من از یه مزرعه پر از اسبای خفن رد شدم که انقدر این اسبا باحال و خوشگل بودن تصمیم گرفتم یه چند ثانیه وایسم فقط نگاهشون کنم و چند تا عکس خوشگل ازشون بگیرم. اگه بخوام یه ذره بیشتر از وضعیت خودم براتون بگم، من با خانومم اینجا مهاجرت کردیم و از اونجایی که خانومم این تابستون توی کامپینگ مشغول به کار بود، تصمیم گرفتیم این آخر هفته دوستامون رو به کامپینگ دعوت کنیم. و از شانس خوب ما همین آخر هفته‌ای که ما می‌خواستیم بریم کامپینگ، یه برنامه کف بازی هم قرار بود اجرا بشه که دیگه بهتر از این نمی‌شد. از اینجا وارد بهزده کامپینگ میشه. این شهراتی که قراره بریم توش کامپینگ. شهرات خیلی کشیدی و جمعیدی رو باحال که فقط ظاهرا آدمای پولدار اینجا خونه دارن. اینجا برعکسه، جایی که دور از شهره طبیعتا به جایی که ارزون تر باشه خونه هاشون گرون ترن. چیزی که من شنیدم اینه که اینجا خونه هاشون تا بعضیشون تا 1,200,000 یورو هم فروش میرن. خیلی خونه های باحال و آروم و مالی فرانسوی نشستن دور میز شام بخورن. دیگه از الانا میشینن دور میز از ساعت مثلا 7:30-8 ساعت 11-12 مراسم شامشون ادامه داره. اینجا این مدلیه. اینجا هم یه چند تا بچه آهو دیدم که از اون دور داشتن بازی میکردن که براتون شکارش کردم. اینجا فکر کنم دیگه فهمی ندارم ازشون فیلم میگیرم، همشون در رفتن اون پشت. خلاصه چون من بعد زودتر از بچه‌ها میرسیدم، حدود 1 ساعت زودتر راه افتادم تا قبل از اینکه برسن میز ناهار رو آماده کردیم و قبلش یه تنی به آب زدیم که خستگیمون در بره. بعد یه تهچین مشتی زدیم و رفتیم والیبال. حدود 1 ساعت والیبال بازی کردیم و بعدش آماده شدیم برای کف پارتی. لطفاً اگه تا اینجا یه ویدیو رو با من همراه بودید، لایک و سابسکرایب یادتون نره برای حمایت از من و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما از دست ندید.
مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. این بارون عجیب و غریبی هم که میبینید دقیقا صبح روز بعدشه که انگار یک هفته از بارندگیه. این ویدیو احتمالاً قسمت اول از سری ویدیوهای کامپینگه. چنلم رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.